درود بر مردم قهرمان ایران. تکنیکایی که مشاهده میکنید، من سعی کردم ساده ترین تکنیک‌ها رو برای رهایی آموزش بدم که در این روزهای خطرناک شما دست به گریبون هستید با اوباش و اراذل ولایت، بتونید از این تکنیک‌ها استفاده کنید. سعی کنید 2 نفری 3 نفری با هم تمرین کنید، هم چپش رو کار کنید هم راستش رو. یادتون باشه که اون کسایی که به شما تو خیابونا حمله میکنن از شماها بیشتر میترسن. پس فکر نکنید خب چون باتون دستشه و لباس نظامی تنشه من باید از اون ضعیفتر باشم. هیچی نیستن، فقط کافیه با اراده قدرتمند تکنیکا رو به کار بگیرید و وقتی که زدیدشون زمین دیگه رحم نکنید بهشون. ممنون از اینکه این برنامه ها رو به کار میبندید. خدا نگهدارتون. این وحشیگری که الان توی فیلم میبینید که نیروهای انتظامی به اصطلاح انتظامی دارن روی مردم اعمال میکنن، اگر این بچه‌ها یک کمی تکنیک بلد بودن به راحتی میتونستن از دستشون رها بشن. تعداد اینا رو نگاه نکنید، شما کافیه به محض اینکه میگیرنتون روی اینا اون تکنیک رو اجرا بکنید و یکیشون رو وقتی به زمین میندازید به راحتی میتونید فرار کنید. لازم نیست بایستید و بجنگید. اگر اینجا مردم به داد این بنده خدا نرسیده بودن خب قطعا اینو میبردنش. حالا من نمیدونم سرنوشت این چی شد، ولی به هر حال باید دقت کنید. ببینید اینجا رو به راحتی شما میتونید با دوستانتون تمرین بکنید و این حرکات رو توی درگیری‌ها اجرا بکنید. لازم نیست حتما به طرف بخواید صدمه بزنید، فقط اجازه ندید ببرنتون، چون وقتی شما رو میبرن هر کاری میتونن باهاتون بکنن دیگه، شما اسیر اونا هستید. ولی تو خیابون میتونید از دست اینا فرار کنید، میتونید بزنید فرار کنید. نگاه کنید ببینید چقدر وحشیه. اینجا تو خیابون اینطوریه. حالا تصور کنید حالا شما رو میبرن توی زندان و توی زندان دیگه هر کاری دلشون بخواد میتونن انجام بدن. وقتی مچ دستتون رو میگیرن به راحتی به این شیوه میتونید دستتون و مچتون رو به سمت شستش بچرخونید و رها بشید. وقتی گردنتون رو میگیرن، دستی که گردنتون رو گرفته اهرمش کنید و بتابونید. این زور نمیخواد، فقط اهرمه. ببینید جابجایی پا رو دقت کنید، یه گام به جلو و طرفو بزنید زمین و حالا ضربه بزنید. توجه کنید وقتی که از پشت بغلتون میکنن میبرن خودتون رو نندازید زمین. نگاه کنید حواستون باشه که پای طرفو بگیرید و بشینید و ضربه بزنید بهش. وقتی انگشتتون رو میگیرن، یه انگشت رو میگیرن، این کار رو اکثر نیروهای انتظامی انجام میدن. زور نزنید. نگاه کنید به راحتی میشه از دستش رها شد. دقت کردید؟ به راحتی میشه این کارو کرد. یه بار دیگه توجه کنید. اینجوری میگیرن. با دست دیگه‌تون یه شوک بدیم و اون یکی دستتون رو میکشید. به راحتی رها میشید. حالا وقتی توجه کنید وقتی موی سرتون رو میگیره، توجه کنید اینطوری مسلط میشید روش. به راحتی دستتون رو زیر دست طرف میذارید، آرنجش رو برمیگردونید میگیرید زیر بغلتون که نتونه فرار کنه. اهرم میکنید، وزنتون رو میندازین روش. حالا فشار میارید، به مچش فشار میارید. دیگه بقیه داستانا رو خودتون بهتر از من میدونید. برای موتورسوارا من برنامه‌ای دارم که بعداً براتون میگم. باتون و موتورسوارا رو من براتون توضیح میدم که چطوری از خودتون دفاع کنید. سپاسگزارم از اینکه این فیلم رو دیدید. خدا نگهدارتون.